پس از آن که نرخ طلا و نقره در جهان به طور چشمرس پایین رفت، فروشگاه‌های مصنوعات زرگری در هندوستان روز 23 مارس شاهد مشتری زیاد بودند. مردم مشتاق این فلزی گرانبها گفتند با استفاده از فرصت انگشتری و دستپانه و گوشوار یا گردنبند طلا می‌خرند تا در آینده از آن استفاده کنند، چی برای زیب و زینت و چی برای فروختن و فایده گرفتن. این وضع برای ما خوب است چون کمک میکند که مقدار طلا خریم. پیشتر نرخ آن حتی تا 1.7 لک روپیه یا 1823 دلار رسیده بود. آن زمان خریدن طلا برای ما واقعا فایده نداشت. حالا مردم امید دارند که میتوانند برای استفاده در آینده کم طلا بخرند. از شروع درگیری در خاورمیانه در آخر ماه فوریه ارزش طلا قریب 22% کاهش یافت، ولی در مقایسه با نرخ رکوردی آن که هر اونسش در آخر ماه ینور امسال به تقریباً 5600 دلار رسیده بود، حدود 25% پایین آمده است. اشوینی چاودکر در هندوستان این وضع را امکانیت برای سرمایه گذاری می داند. بله، نرخ بسیار پایین آمد، هم نرخ طلا و هم نرخ نقره. بنابراین احساس میکنیم که باید هرچی زود سرمایه گذاری کنیم. این فرصت خوب است، زیرا اگر نرخ در آینده باز بالا رود، دیگر چنین امکان نخواهیم داشت. یک تحلیلگر به خبرگزاری ریترز گفته است ادامه نزاع در خاورمیانه و پایین آمدن نرخ بهره یا فائز جذابیت طلا را کمتر کرد. قرار بود که بانک مرکزی امریکا نرخ بهره یا فائز را کم کند و بر اساس آن انتظار می‌رفت که طلا تا حد حمایت شود، اما ایالات متحده نرخ بهره را کاهش نداد و همین باعث گشت که ارزش طلا بالا نرود بلکه پایین بیاید. نقره و فلزات دیگری گرانبها که در تاجیکستان هم طلبگاران زیاد دارند کاهش شدید نرخ را از سر می‌گذرانند. ارزش نقره هم زیاده از 6% پایین رفته است. شاید این وضع برای ایده خوشایند نیست، اما خریداران سرشمار در هندوستان آن را فرصت بسیار مناسب هم برای زیب دادن دست و گردن و گوش و هم سرمایه‌گذاری برای آینده می‌دانند.